درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مملی هستم و خوش اومدین به یه قسمت دیگه از اپیزود امروز چه خبر. صبحتون بخیر. امروز خبر خیلی کمتره نسبت به روزهای دیگه و میریم که با هم دیگه داشته باشیم. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه ممنون میشم که لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره و همچنین اگه توی یوتیوب مشاهده میکنید اون زنگوله کناری سابسکرایب هم بزنید که هر وقت ما ویدیو گذاشتیم برای شما نوتیفیکیشن ارسال بشه که از جدیدترین اخبار تکنولوژی با خبر بشید. و اگر هم توی اینستاگرام مشاهده میکنید حتما لایک و کامنت یادتون نره و اگر دوستانی دارین که از این سبک ویدیو خوششون میاد حتما ویدیوهای ما رو با اونها به اشتراک بگذارید. بریم که امروز چه خبر رو با هم دیگه داشته باشیم. معرفی آیفون 16 در تاریخ 19 شهریور. اپل با انتشار دعوتنامه‌ای با شعار It's Glow Time از برگزاری رویداد بعدیش توی تاریخ 19 شهریور خبر داد. در این مراسم احتمالاً از سری آیفون 16 رونمایی خواهد شد. مراسم اپل 2 سال پیش بود یا 1 سال پیش بود؟ 1 سال 2 سال مراسمشون که میخواست شروع بشه تو تیزرش آهنگ سیمین قاضی رو گذاشته بودن. من از اون آسمون آبی میخوام، خیلی اون سال قشنگ بود. رونمایی از ایرپاد بی سیم WF-C510 که اسمم C510 بود. سونی از ایرپاد C510 با شارژدهی باتری طولانی و طراحی مینیمال و خیلی جمع جورش رونمایی کرد و مدعی شده که این مدل کوچکترین هدفون اونهاست که کاربران با گوش‌های کوچکتر میتونن طولانی مدت از اون استفاده کنن. خیلی مینیمال و باحال ساخته واقعا. بعد بنابر اظهارات کمپانی سونی کاربران میتونن از شارژدهی حد اکثر 10 ساعته این ایرپاد لذت ببرن و فقط با 5 دقیقه شارژ کردن میتونید تا 60 دقیقه از اون استفاده کنید. 5 دقیقه بزنید تو شارژ ولی 1 ساعت از اون استفاده کنید و موسیقی گوش بدید. در آخر باید اشاره داشت که ایرپاد جدید سونی از اتصال چند نقطه‌ای هم پشتیبانی میکنه، یعنی به شما اجازه میده که به صورت همزمان به 2 دستگاه بلوتوث متصل بشید. برخی از مشخصات ظاهری مشخصات سخت افزاری وان پلاس فاش شد. همونجور که میدونیم وان پلاس اومده تمرکزش رو گذاشته روی سری های ایس وان پلاس. به گزارش یکی از افشاگران مطرح توی حوزه فناوری به نام دیجیتال چت استیشن برخی مشخصات وان پلاس 13 رو توی پلتفرم ویبو منتشر کرده. طبق ادعای این اکانت پرچمدار جدید وان پلاس انرژی خودشو از باتری 6000 میلی آمپر ساعتی تامین خواهد کرد و احتمالاً از شارژ سیم 100 وات و بی سیم 50 وات پشتیبانی کنه. حالا مشخصات احتمالی: نمایشگر 6.8 اینچ اولد با لبه های خمیده و پشتیبانی از فناوری LTPO و وضوح 2K رزولوشن 2K و حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر پشتیبانی خواهد کرد و احتمالاً IP 68 یا 69 خواهد داشت که در برابر گرد و غبار و آب. همچنین 3 دوربین واید، اولترا واید و تلفوتو رو داره با وضوح 50 مگاپیکسل که از اون ورم زوم اپتیکال 3 برابری برای لنز تلفوتو وجود خواهد داشت که انتظار این تصاویر با کیفیتی رو برای شما ثبت کنه. قلب تپندش هم که کوالکام اسنپ دراگون دیگه، اسنپ دراگون 8 نسل 4 که ظاهرا توی پردازنده یعنی تقویت عملکرد گرافیکی و بهره‌وری بالای انرژی تمرکز خواهد داشت. دزدگیر تنی بر اندروید 14 رو
برای پرچمدار جدید خود در نظر گرفته. آقای وان پلاس. این اول صبح خیلی توضیحشون در میاد اینجا. تلویزیون‌های مجهز به هوش مصنوعی سامسونگ 7 سال پشتیبانی نرم افزاری دریافت خواهند کرد. سامسونگ اومده اعلام کرده، گفته که از ماه مارس سال 2024 یعنی از ماه مارس به بعد محصولاتی که من عرضه میکنم توی بازار تا 7 سال پشتیبانی نرم افزاری دارن. همچنین برخی مدل هایی که توی سال 2023 نیز عرضه شدن شامل این پشتیبانی 7 ساله هم میشن. بعد اومده گفته که سامسونگ تا قبل از این هرچی نرم افزارش مثلا آپدیت نرم افزاری که میداده اغلب روی رفع باگ بوده، میداده که مثلا باگای تلویزیونش برطرف بشه و همچنین این رفع باگایی که انجام میداده قابلیت جدیدی روی سیستم عامل تایزن یعنی سیستم عامل مخصوص تلویزیون های سامسونگ اضافه نمی کرده. اما با این سیاست جدید میتونیم امیدوار باشیم که تایزن به صورت دوره‌ای برخی قابلیت های جدید رو هم دریافت کنه. هنوزم مدل های دقیقی که قراره مثلا بگه آقا این مدل شامل اون 7 سال میشه، مثلا این مدل هنوز مدل ها رو دقیقا نگفته چیه. یه فکت دیگه هم بخونیم. با وجود این که سامسونگ الان بزرگترین فروشنده توی جهان در حوزه تلویزیون‌های هوشمند، اما جایگاهش از طرف رقباش داره تهدید میشه دیگه. یک هایسنس، TCL و سایر برندهای دیگه که این پایین اومده گفته که TCL و هایسنس، TCL 12% و هایسنس هم 10% از سهم بازار رو در اختیار دارن در حال حاضر. اگر CPU رایزن دارید، آپدیت جدید ویندوز 11 عملکرد اون به شدت قابل توجهی بهبود میبخشه. شرکت AMD قول داده که با آپدیت ویندوز 11 بیلد 24H2 عملکرد پردازنده های جدید سری رایزن رو خیلی بهبود میبخشه، اما همچنین تقویت قابل توجهی برای برخی CPU های قدیمی رایزن نیز به ارمغان میآورد. کانال یوتیوب هاردور آنباکسد پردازنده رایزن 7700 و همچنین 9700 که جدید است، 9700X البته توی دو نسخه 23H2 و 24H2 ویندوز 11 اومده تست کرده و دیدی که واقعا تو هم کارهای عادی و هم توی گیم خیلی بهتر شده. یعنی با یه دونه آپدیت ویندوز اینقدر شما عملکرد سخت افزاریتون بهتر میشه. این کانال یوتیوب اومده گفته که توی بازی‌های متعدد با رزولوشن 1080 رایزن 7700X و 9700X 10% نسبت به صورت میانگین 11% عملکرد بهتری داشتن توی تست بازی. و مایکروسافت اومده گفته که، البته مایکروسافت نگفته که، گفته که انتظار میره مایکروسافت آپدیت جدید ویندوز 11 رو توی اواخر سپتامبر یعنی اوایل مهر 1403 منتشر کنه. یعنی یه دونه آپدیت نرم افزاری این همه میتونه روی سخت افزار تأثیر بذاره. خیلی عالی. ممنونم که امروز چه خبر رو مشاهده کردید و تا اینجا همراه ما بودید. اگر کسی رو میشناسید که توی این زمینه ویدیو دوست دارن و از اینجور ویدیو خوششون میاد، ویدیوهای ما رو با اونها به اشتراک بذارید، لایک، کامنت و سابسکرایب. ممنونم. تا دیداری دیگر، بدرود.